سلام و درود به همگی. به کانال مکعب علم و دانش خیلی خوش اومدید. تصور کنید جایی تو این جهان وجود داره که هیچ نوری ازش خارج نمیشه. نه به خاطر اینکه چراغی نداره، بلکه چون نور این سریع ترین چیز هستی اونقدر گرفتار گرانشش میشه که نمیتونه فرار کنه. اینجا همون جایی که بهش میگیم سیاهچاله. سیاهچاله ها رو نمیتونیم مستقیما ببینیم چون تاریکن، بی نهایت تاریک، ولی میتونیم حضورشون رو حس کنیم از تأثیری که روی نور، فضا، زمان و حتی ستاره های اطرافشون میذارن. نزدیک شدن به یه سیاهچاله یعنی نزدیک شدن به مرز ناشناخته ترین و اسرارآمیزترین نقاط جهان. اما دقیقاً چه چیزی سیاهچاله را انقدر خاص میکنه؟ همه چیز از یک مرز شروع میشه، افق رویداد که انگلیسیش هم میشه Event Horizon. این مرز نامرئی جاییه که اگه چیزی از اون عبور کنه دیگه راه برگشتی نداره، نه سفینه‌های پیشرفته، نه پیام‌ها و نه حتی نور. همه چی بعد از عبور از افق رویداد محکوم به سقوط به درون تاریکی مطلقه. اما عجیب‌ترین بخشش اینه، اگه از دور نگاه کنیم چیزی که به سمت سیاهچاله میره انگار کند و کندتر میشه و هیچ وقت واردش نمیشه. زمان اطراف سیاهچاله شروع به کش اومدن میکنه. ولی این سیاهچاله از کجا اومده؟ از مرگ ستاره ها. وقتی یه ستاره عظیم و جثه دیگه سوختی برای ادامه واکنش های هسته‌ای نداره، گرانش خودش باعث میشه در خودش فرو بریزه. این فروپاشی، این له شدن اونقدر شدیده که حتی اتم ها هم دیگه تحملشو ندارن. هسته ستاره چنان فشرده میشه که تبدیل به یه نقطه فوق‌العاده چگال میشه و اینجاست که سیاهچاله متولد میشه. اما همه سیاهچاله ها یکی نیستن. تا حالا 3 نوع رو دسته‌بندی کردن. سیاهچاله های ستاره‌ای که از مرگ ستاره ها میان، سیاهچاله های کلانجر که وسط هر کهکشانی لم دادن و جرمشون به میلیون ها یا حتی میلیاردها برابر خورشید میرسه، و یه نوع فرضی دیگه یعنی سیاهچاله های میکروسکوپی که هنوز کشف نشده اما شاید تو روزهای اولیه تشکیل جهان به وجود اومده باشن. اما ویژگی اصلی همه سیاهچاله ها گرانش عجیبشونه. گرانشی که نه فقط اجسام رو جذب میکنه بلکه فضا و زمان رو هم خم میکنه. بله، واقعا خم میکنه. اگه به یه سیاهچاله نزدیک بشی زمان برای تو مثل همیشه میگذره، ولی برای کسی که از دور داره تماشات میکنه انگار داری در زمان یخ میزنی. سالها برای اونها میگذره در حالی که برای تو فقط چند لحظه است. همین ویژگی که باعث میشه سیاهچاله ها به نوعی ماشین های زمان طبیعی هم باشن. حالا بیایم به یه بخش جالبتر. سیاهچاله ها گرسنه‌اند. وقتی گاز یا ستاره‌ای به سمتشون کشیده میشه، قبل از اینکه وارد افق رویداد بشه دورشون شروع میکنه به چرخیدن. این چرخش قرصی به وجود میاره به نام قرص برافزایشی. حالا قرص برافزایشی یعنی چی؟ یعنی یه ساختار دیسک مانند از انواع ماده ها که به شکل حلقوی به دور یک جسم خاص میچرخند. مواد توی این قرص با سرعت وحشتناک میچرخند و به دمایی برابر با میلیون ها درجه میرسن. نتیجهش چی میشه؟ تابش قدرتمند اشعه ایکس و نورهایی که ما از زمین میتونیم ردیابیشون کنیم. در حالی که همه فکر میکردن هیچ چیزی نمیتونه از سیاهچاله ها فرار کنه، یه فیزیکدان بریتانیایی به نام استیون هاوکینگ با یه فرضیه انقلابی اومد. این بود که سیاهچاله ها خودشون به مرور زمان انرژی از دست میدن، چیزی که بهش گفتن تابش هاوکینگ. این تابش نتیجه اثرات کوانتومیه و نشون میده که سیاهچاله ها ممکنه بعد از مدت خیلی طولانی خودشون تبخیر بشن و ناپدید بشن. به عبارتی حتی سیاهچاله هم فنا ناپذیر نیستن. اما سوال مهم اینه، وقتی ما نمیتونیم سیاهچاله ها رو ببینیم پس از کجا بفهمیم سیاهچاله‌ای وجود داره؟ اینجاست که علم به کمکمون میاد. مثلا اگه ستاره‌ای بدون هیچ دلیلی به دور یه نقطه نامرئی بچرخه
یا از یه ناحیه خاص فضا اشعه پر انرژی نمایان بشه، دانشمندان به اون مشکوک میشن. حتی در سال 2019 برای اولین بار تصویر سایه یک سیاهچاله توسط تیمی از دانشمندا و با استفاده از تلسکوپ افق رویداد ثبت شد. تصویری که دنیا را به‌زده کرد. در مرکز کهکشان خودمونم یه غول بزرگ خوابیده. سیاهچاله به نام کمان A یا همون ساجیتریوس A. این سیاهچاله حدوداً 4 میلیون برابر خورشید جرم داره و با اینکه ما رو تهدید نمی‌کنه، اما نشون میده که این موجودات فقط افسانه یا تئوری نیستن، کاملا واقعی هن و درست در وسط کهکشان ما لم دادن. و حالا میرسیم به یکی از مرموزترین جنبه ها. وقتی چیزی وارد سیاهچاله میشه، فقط جسمش نیست که ناپدید میشه، اطلاعاتش هم به نظر میرسه از بین میره. این برخلاف تمام قوانین فیزیک کوانتومیه که میگه اطلاعات هیچ وقت نباید نابود بشه. این مشکل به اسم پارادوکس اطلاعات شناخته میشه و یکی از داغ‌ترین بحث‌های فیزیک امروزه. هنوزم نمیدونیم آیا اطلاعات داخل سیاهچاله حفظ میشه یا توی تابش هاوکینگ پنهون شده. بعضی دانشمندا حتی فراتر رفتن. میگن شاید سیاهچاله‌ها دروازه‌هایی باشن، شاید راه‌هایی به جهان‌های دیگه، شاید داخلشون چیزی شبیه به کرمچاله وجود داشته باشه که ما را به فضاها یا زمانهای دیگه میبره. البته فعلا مدرک علمی براش نداریم، ولی تخیل و فیزیک در کنار هم این احتمالات را باز نگه میدارن. و در نهایت آینده این سیاهچاله ها چی میشه؟ شاید میلیون ها سال دیگه ستاره ها یکی یکی خاموش شن، کهکشان ها فروپاشی کنن و آخرین نورها هم بمیرن. فقط سیاهچاله ها باقی میمونن، اما اونا هم سرانجام با تابش هاوکینگ بخار میشن و وقتی آخرین سیاهچاله تبخیر بشه، جهان وارد تاریکترین، ساکتترین و بیپایانترین مرحله خودش میشه، یعنی مرگ حرارتی کیهان. و در آخر جهانی که با نور آغاز شد با تاریکی به پایان میرسه و سیاهچاله ها آخرین ناظران این پایان خواهند بود. به پایان این ویدیو جذاب رسیدیم و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.